29 آگوست، شاخص نزدک. ساعت به وقت بروکرمه، نیم ساعت عقب‌تره نسبت به ساعت تهران. امروز هم قراره یه روز خیلی جالبی که نمودار شکل گرفته بود و بررسی کنیم، ببینیم چه پوزیشن هایی ممکن بود اتفاق بیفته واسم. اول از همه شروع روزمون از ساعت حدودا همین یک و نیم ایناست. اول تایم آسیاست که ما خوابیم، حدودا ساعت حالا 8:30 9 تا 10 بیدار میشه. اولین چیزی که میبینیم سقف آسیاست که شکسته شده. 1 2 3 که اینجا مشاهده کردیم که سقف 1 شکسته شده، 2 رو تشکیل داده و بعد از 2 3 و این سقف 3 2 هم شکسته شده رو به بالا و باید برگشت شاهد 2 کندل نزولی بودیم که یک پینباره و دومی هم کندل نزولی که میشد با یه ریوارد 1 به 1 گرفت اگه میخواستین کم ریسک عمل کنید. یه ریوارد بودید فکر کنم 1 به 1 یه ریوارد 1 به 1 میداد اگه کم ریسک بخواین عمل کنید. من معمولا با دیدن این کندل بعدش و این کندل ترند بار وارد میشه که حدودا ریوارد 2 رو به ما میده و از اونجایی که ما تونستیم 1 2 3 رو واسه اسمام این روند صعودی پیدا کنیم و همچنین واسه شروع یه روند نزولی 1 2 3 بالا واسه روند نزولی، 1 2 3 پایین واسه 1 2 3 های پایین واسه روند نزولی. میتونیم اتفاق اینجا هم ببینیم. این 2 و این هم 3 و واسه اتمام این روند سریعا با 1 2 3 ما خارج میشیم، چون به احتمال زیاد روند تغییر میکنه. اگه دقت کنید 1 2 3 به همین سادگی میتونیم از روند از معامله خارج بشیم. و اینکه شروع این معامله هم اگه دقت کنید با تایم لندن بود که حدودا از ساعت 10:30 به وقت تهران استارت میخوره تا ساعت 14:30 ساعت 2:30 به وقت تهران که معمولا چون والیوم زیاده تو این سشن و تو این تایم ها میشه تریدهای خوبی گرفت. و میرسیم به تایم نیویورک از ساعت ساعت 3:30 به وقت تهران تا ساعت 7:30 به وقت تهران.
کشور روزمون یه کف ایجاد شد اینجا. کفمون شکسته شد رو به پایین و کف بعدی با این سه تثبیت شد و تو تایم نیویورک این کف دوممون شکسته شد رو به پایین و کف سوم داد. همچنین شما میتونید یک دو سارم به این بزرگترم ببینید. یه سری تاییدیه هایی که هم خودتون میتونید تشخیص بدین یا با این حالت مثل من استفاده کنید میتونید وارد مقابله بشین، یا با این کندلا یا با استاپ این قسمت با استاپ میتونید این قسمت بذارید این سقفاتون اینجوری کم بیشتره، یا اینکه اگه تمایل بیشتری دارید یا دنبال ریسک به ریوارد خیلی بالاتری میتونین از این کندل و از این پین بارا استفاده کنید.